سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس او ذاتی که این لحظات و این فرصتهای مبارک را نصیب من و شما گردانید. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه من و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. عزیزان و بزرگواران، در ماهای حج قرار داریم. شوال و ذوالقعده و 10 روز از ذوالحجه، اینها ماهای حج هست. میشه گفت 2 ماه و 10 روز، ماهایی که الله سبحانه و تعالی رکنی از ارکان اسلام را در این ماها قرار داده که همانا عبارت از حج. و این فضل الله و لطف الله و مرحمت الله شامل حال بسیاری از بندگان شده که امسال الحمدلله مسلمان ها از کشورهای مختلف، از مناطق مختلف، خصوصا از کشور عزیز من و شما، مسلمان ها عزم و اراده سفر حج دارن و بعد از چند سال توقف مراسم حج، امسال ان شاء الله باذن الرحمن این رکن عظیم اسلام با شکوه برگزار خواهد شد. خوشا به حال برادران و خواهرانی که عازم این سرزمین هستند و این فرصت طلایی نصیبشان شده و امیدواریم که هر عزیزی که به نمایندگی از این سرزمین عازم بیت الله الحرام میشه، همه مسلمان های دنیا را، خصوصا ملت افغانستان را، از دعای خیر خود فراموش نکنند. بحث امروزی ما و شما هم خب حالا همه کو نمیشه که بریم سرزمین وحی، همه نمیشه بریم، اما قلب ما، روح ما طرف بیت الله الحرام هست، طرف سرزمین وحی هست. هیچ مسلمانی نیست که در دلش ذوق کعبه نباشه، مسلمانی نیست که در دلش ذوق مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم نباشه، مسلمانی نیست مگر اینکه در ایام حج و ماهای حج قلبش طرف سرزمین حرمین شریفین، در جای قدمگاه ابراهیم خلیل الله، قلوب همه مسلمان ها به او طرف هست. چون سرزمین حرم مکه و مدینه، منا و عرفات و مزدلفه، اینها جز شعائر دین هست. پس جز شعائر دین که شد، از جمله مسائلی هست که ما به اونها اعتقاد داریم، باور داریم، یقین داریم که دعا میکنیم بارالله پروردگارا حرمین شریفین را نصیب همه این جمع و امت اسلامی بگردان. عزیزان و بزرگواران، بحث امروزی ما فقط ارتباط به حج، ارتباط به هدف از مراسم حج و ارتباط به حفظ کعبه معظمه و مشرفه، در وقتی که ابرهه میخواست کعبه معظمه را ویران بسازه و ما از داستان ابرهه چی درس میگیریم، روی همین موضوع بحث ما هست. و در اخیر فرصت مهیا شد توصیه مختصر هم برای مجاهدین امارت اسلامی خواهد بود. در قرآن من و شما سوره داریم به نام سوره حج، یک سوره را الله سبحانه و تعالی کامل و مختص گذاشته به نام سوره حج. شما ببینیم ارزش این مراسم، ارزش این عبادت و جایگاه این رکن عظیم الله سبحانه و تعالی میخواد به ما نشان بده و برای ما معرفی کنه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 چیز بنا شده، یعنی رکنای اساسی اسلام، ارکان اساسی اسلام
نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما بیان میکنن شهادتا ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. اولین رکن کلمه طیبه هست، شهادت لا اله الا الله هست، شهادتا ان لا اله الا الله و اقام الصلاه، برپا داشتن نماز هست و ایتاء الزکات، دادن زکات هست و صوم رمضان، روزه ماه مبارک رمضان هست و حج بیت الله الحرام، حج کعبه معظمه. حج به معنای قصد، به معنای اراده. کسی که قصد میکنه و اراده میکنه که حرکت میکنه به طرف سرزمین وحی، به طرف مکه مکرمه و اجرای مراسم در زمان خاص و مکان خاص هست. مراسم حج فقط و فقط در زمانی که من و شما زمان حج چیه؟ 2 ماه و 10 روز، شوال هست، ذوالقعده هست و 10 روز هم از ذوالحجه هست. مکانی و باید سرزمین وحی باشه. طواف جز در کنار کعبه و گرد کعبه دیگه جای درست نیست. منا و عرفات و مزدلفه، آن وادی و دشت و کوهی که در وادی و دشت سوزان مکه قرار داره، ما دیگه جار نمیتونیم برای خود منا بسازیم، مزدلفه بسازیم، عرفات بیاییم بسازیم. کوههای زیادی من و شما داریم، نمیشه یک کوه را انتخاب بکنیم به نام کوه عرفات، یا مثلا یک روز من و شما انتخاب بکنیم که امروز روز عرفه هست. نه، روز عرفه روز مشخصی هست که 9 ذوالحجه. مراسم ایام حج از خود شرایط و ضوابط و قانونی داره و یکی از ارکان مهم اسلام هست. الله سبحانه و تعالی ارتباط به این رکن عظیم و بزرگ چندین آیه قرآن، یعنی گفتیم سوره انتخاب و سوره نازل کرده به نام سوره حج و آیات زیادی داریم که غیر از سوره حج در دیگه سور قرآن هم بحث حج داره، پیرامون حج مطرح میکنه. حج در سال 9 هجری، در سال 9 هجری فرض میشه برای مسلمان ها. یعنی در سال چندم؟ در سال 9 هجری، یعنی 9 سال از هجرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی میگذره، در سال 9 هجری حج فرض میشه. حالا حج برای کی فرضه؟ آیا برای همه مسلمان ها فرضه؟ نه، حج برای انسان مؤمن، مسلمان، عاقل، خب آزاد، بالغ. تا به اینجا که خب اکثریت و نزدیک به کل خب همه دارای همین شرایط. الحمدلله مسلمان هستیم، خب عاقل انسان هست، بالغ هست، آزاد هست. شرط دیگری که خاص میکنه اینه که قدرت مالی و بدنی انسان داشته باشه. انسان وقتی قدرت بدنی داشت، قدرت مالی داشت، اینجا حج برای فرض میشه. در طول عمر برای این انسانی که مؤمن، یا میگیم به عبارت دیگر مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، قدرت مالی و جانی، در طول عمر 1 مرتبه فرضه. دیگه هر کس چندین مرتبه دیگه وقتی که به حج میره، این حج بری و نفله، یک عبادت نافلیه که انجام میده. الله سبحانه و تعالی در قرآن وقتی که حج رو به ما بیان میکنه، چون حج در حقیقت یکی از مسائل تاریخی که او تاریخ هم برمیگرده به یکی از پیامبران اولوالعزم. من و شما میگیم ملت از کی داریم؟ ملت از ابراهیم خلیل الله. ابراهیم علیه السلام از جمله پیامبران اولوالعزم، از جمله پیامبرانی که الله سبحانه و تعالی حضرت ابراهیم را به عنوان خلیل انتخاب کرده. ابراهیم خلیل الله. ابراهیم خلیل الله وقتی که الله سبحانه و تعالی اونها در ابتلا و آزمایش های زیاد قرار میده، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، امتحانای زیادی ابراهیم علیه السلام میشن که از این جمله یکی از امتحان اینه که الله برای ابراهیم علیه السلام در کهولت سن برای اولاد میده. در کهولت سن ابراهیم علیه السلام به کهولت و بزرگی و به اینها میرسه. همسر دارن به نام سارا و سارا کنیزی داره به نام هاجر. بعدن به مشوره حضرت سارا
میگن که با ابراهیم میگن بگیر با این کنیز تو ازدواج بکن، بلکه خدا برای تو فرزندی بده و دارای فرزندی بشی. وقتی ابراهیم علیه السلام با بیبی هاجر ازدواج میکنن، الله سبحانه و تعالی برای حضرت ابراهیم فرزند میده که او فرزند اسماعیل هست. به اینجا دستور الله سبحانه و تعالی هست و او حرف الله در دل سارا میندازه و حضرت سارا به حضرت ابراهیم میگه حالا که وقتی بیبی هاجر دارای اولاد شد و بالاخره ای را بردار در یک مکان دوری ببر. الله سبحانه و تعالی به ابراهیم علیه السلام میگه ای را بردار بیبی هاجر به همراه خود بگیر ببر. در کجا؟ در سرزمین جایی که کشت نمیشه، وادی لم یزرع که گفته شده، نه کشت نه آب نه آبدانیه. وقتی اینها رو ما بیان میکنیم همه ما و شما روحاً بریم به این ابتلا و آزمایشی که ابراهیم علیه السلام شدن. از کجا ابراهیم علیه السلام اسماعیل و هاجر برمیداره؟ از سرزمین شام، از سرزمین سوریه، یا از مناطقی که در اطراف شام و اینها که هست، سرزمین بیت المقدس و اینها، همه این مناطق و اکثرا اینها سرزمین شام هست. از اونجا برمیداره، نه تیاریه نه موتریه نه بالاخره امکاناتی که امروزه هست. این زن و فرزند در برمیداره میایه در کجا؟ در مکه مکرمه، در اونجا در داخل وادی یک کوه، کعبه هم نیست. کعبه در طوفان نوح علیه السلام چکار شده بود؟ ویران شده بود. آب آمده بود در طوفان زمان حضرت نوح علیه السلام، تمام دنیا رو زیر آب کرد. فقط افراد و اشخاص زنده ماندن که داخل کشتی به همراه حضرت نوح علیه السلام بودن. به این واسطه حضرت نوح آدم ثانی گفته شده، یعنی پدر تمام بشر بعد از آدم علیه السلام حضرت نوح است. تمام بشری که امروز در دنیا میبینیم همه از نسل همون کسانی هستند که داخل کشتی بودن، همه ما و شما. کعبه معظمه ویران شده بود، جای مشخص نبود. ابراهیم علیه السلام نمیفهمیدن که اینجا کعبه هست، اینجا جاییه که بالاخره الله سبحانه و تعالی در آینده تمام بندگان خود رو به اینجا دعوت کنه و بالاخره که طواف بکنن. ببینیم چی ابتلای هست، چی آزمایش هست. بیبی هاجر آورد در وادی لم یزرع. الان فکر بکنیم که شام کجا هست، مکه مکرمه کجا هست. الان من و شما چی کسی دل میشه همسر خود با فرزند بالاخره که در طفولیت قرار داره ببره داخل یک کوها، اندر کوهای دور، یک ولایت را مد نظر بگیریم، به یک ولایت دوردستی که نه آب باشه نه آبدانی باشه، برو و بالاخره زن و فرزند در بگذار و پس برگرد. امتحان سختیه، امتحان سخت هست. به اینه که سیدنا ابراهیم علیه السلام بیبی هاجر رو میبرن به اونجا میگذارن. بعد وقتی که حرکت میکنن بیبی هاجر یک کلمه پرسان میکنه. همه برادرها بیشتر متوجه، خصوصا خواهران، این نکته خیلی متوجه باشن. بیبی هاجر پرسان میکنه که ای ابراهیم، من و طفلم در این وادی گذاشتی، آیا به دستور سارا آوردی یا به دستور الله؟ ابراهیم علیه السلام میگه به دستور الله آوردم، به دستور الله. اینجا بیبی هاجر میگه که وقتی الله دستور داده دیگه و من یتوکل علی الله فهو حسب، الله بسه، کافیه. داخل وادی باشه، داخل کوه باشه، داخل بیابان باشه، هر جایی که میخواه باشه دیگه حالی بیبی هاجر غم نداره، تشویش نداره، پریشان هم نیست. حضرت ابراهیم میآید برمیگرده. توکل ابراهیم را ببینید، اخلاص بیبی هاجر را ببینید، توکل بیبی هاجر را ببینید. همه اینها مسائل برمیگرده به این که ما امروزه میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. یک روز به دکان ما کاروار نباشه پریشان میشیم، یک روز به ما کار پیدا نشه پریشان میشیم، یک روز دسترخوان ما کمتر غذا باشه پریشان میشیم، یک روز کوچکترین مشکلاتی میایه به دامان ما پریشان میشیم. خب ما که میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. ابراهیم علیه السلام پریشان نبود، بیبی هاجر پریشان نشد. من و شما در همین مکتب شامل هستیم، در همین مدرسه شامل هستیم. به اینه که باید توکل ما توکل ابراهیمی باشه.
سیدنا ابراهیم علیه السلام بی هاجر در این وادی که نه کشت نه زراعت نه آب در اینجا میگذاره و می بی هاجر ماند و اسماعیل علیهم السلام. بعد از این که او آذوقه‌ای که دارن، غذایی که دارن، بعد از یک روز میشه، یک شب میشه، بیشتر میشه، کمتر میشه، تمام میشه. بی هاجر میبینه نه آب نه غذای، هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی. از کجا آمده؟ شاید که صدها کیلومتر از اونجا فاصله گرفته. بی هاجر حرکت میکنه تا ای که یک کاروانی به چشمش بخوره، یا این که در جای به چشمش بخوره که یک آب باشه و پرنده باشه و خلاصه قبیله را از دور و نزدیک ببینه. بی هاجر میایه سر کوه صفا. عزیزانی که رفتن کوه صفا میفهمن، اونهایی که نرفتن پروردگارا مراسم حج و حرمین شریفین نصیب عزیزان بگرد. بالا میشه بی هاجر به کوه صفا، نگاه میکنه کسی نمیبینه. کوه صفا این طرف صفا هست، این طرف مروه هست. وقتی از کوه صفا پایین میشه، به اینجا از کوه صفا که پایین شد چه کار میشه؟ وسط شله قرار میگیره، طفل خودر نمیبینه. بی هاجر میدوه. یک لحظه فکر بکنیم، یک زن طفلی در گوشه گذاشته هست، هیچ چیزی هم نیست. هاجره که در اونجا توکل رو با الله کرد. الله ببین که چقدر برای سهولت میده، برای بی هاجر چقدر لطف و انعام میکنه. بی هاجر وقتی پایین میشه طفل خودر نمیبینه، میدوه تا این که بر کوه مروه میرسه. از صفا میایه به مروه. امروز که حجاج بین صفا و مروه به نام میلین الاخضرین در اونجا چکار میکنن؟ میدون، پهلوانی میکنن، تا این که 7 مرتبه بی هاجر به اونجا میدوه و میرسه و بالآخره که ناگه متوجه میشه که الله سبحانه و تعالی از او فشاری که بر سر اسماعیل علیه السلام آمده بود و اسماعیل از تشنگی پاهای خود را به زمین میزد و بی هاجر با او دل سوزان، این کوه صفایی که حال ما میبینیم داخل کنار حرم که این کولرهای یخ و این سنگا و بالاخره این همه امکانات و به هر 10 قدم را آبهای زمزم گذاشته. نه، شما فکر بکنیم بین دو شله کوه با او دشت سوزان، نه کولریه نه آبیه نه بالاخره آبدانیه، یک ذات زن با طفلش که ناگه چشم بی هاجر می افته که زیر پای اسماعیل چشمه آب روان است. چقدر توکل، اخلاص، دیانت، چقدر کار آمده. همینه که بی هاجر میآیه میبینه که از زیر پای یا کنار اسماعیل علیه السلام چشمه فوران کرده و ناگه دستان خود را جمع میکنه و میگه جم. به عبارت امروز چیه؟ زم. علما و بزرگان میفرمایند اگر بی هاجر همین کلمه را نمیگفت که زم یا جم، تمام شاید مکه مکرمه در زیر آب زمزم میشد. الله سبحانه تعالی به این چشمه چنان خصوصیت گذاشت که بی هاجر و اسماعیل از این آب می نوشن، هم کار آب میکنه هم کار غذا را میکنه. در اینجا به اینه که بعداً کاروانی از راه تیر میشه و متوجه میشه، چون هر جا که آب بود پرنده پیدا میشه. یکی از کاروانی ها میگه اونجا آب هست، کسی که داخل کاروان میگه تمام این دشت من وجب و به وجبش میدانم، در اینجا چشمه پیدا نمیشه، در اینجا چاه نیست. میگه جایی که آب باشه پرنده هست، میآین میبینن و بالاخره که یک مادر به همراه طفلش کنارشان چشمه آب زلال زمزم. از اونها خواهش میکنن که ما در کنار شما قبیله خود را پایین میکنیم، به طور خلاصه و فشرده به اینه که او قبیله اونجا پایین میشه، به اجازه حضرت هاجر از او آب استفاده میکنن. به تمام دنیا از آب زمزم. فکر نمیکنم همینجا کسی باشه و آب زمزم نخورده باشه.
به تمام دنیا به نوعی از انواع به طریقی از طرق آب زمزم رو نوش جان کرده. در هر محلی در هر قریه حاجی اگر آمده باشه یک قطره بالاخره یک جرعه آب زمزم برای بندگان الله میده. به این عزیزان و بزرگواران بیبی هاجر در بین او قبیله اسماعیل علیه السلام بزرگ میشه و خلاصه سیدنا ابراهیم بعد از چند سال؟ بعد از 6 سال یا بعد از 11 سال، بعضی علما 6 و بعضی 11 و بعضی 7، تاریخ 7 و 8 و 10 و 11 رو ما بحث نداریم. دل ابراهیم طرف فرزندش بعد از چندین سال هاجر چه کار شد، اسماعیل چه کار شد، ولی یقین داشت که دستور الله بود. در هر راهی که دستور الله عاشقانه برو، تشویش نکن، در او هزارها حکمت نهفته. ابراهیم علیه السلام بعد از مدتی میآیند به ذوق و به شوق جیگرگوشه خود. الله میگه ابراهیم فرزند تو آرامه، فرزند تو در آرامشه، فرزند تو بزرگ شده، حالا دیگه رفتی او را چه کار بکن؟ او را ذبح کن. بعد از چندین سال دیدار ملاقات فرزند جیگرگوشه، برو و بعدن او را بگیر ذبح کن. ابراهیم علیه السلام گفت چشم، پروردگارا تو بگو من اطاعت میکنم، تو پروردگاری، تو مولایی، من عبدم، من بنده تو هستم، هرچی تو بگی. اینه که ابراهیم میایه با فرزند خود مشوره میکنن و بالآخر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم علیه السلام میگه من فرزند من چنین خوابی دیدم، تو چی میگی؟ اسماعیل علیه السلام میگه فرمان الله را اجرا کن، اجرا کن فرمان الله. پدر پسر هر دو تسلیمن، چون و چرا ندارن. به اینه که الله سبحانه و تعالی عوض اسماعیل همان قچر میاره که اسماعیل از ذبح نجات پیدا میکنه. و به طور خلاصه و فشرده عزیزان من، چون وقت کم و بحث طولانی، الله سبحانه و تعالی جبرائیل روان میکنه که ای جبرائیل برو جای کعبه را خط بکن. و ابراهیم و اسماعیل هر دو بالآخر شروع میکنن به اعمار کعبه و کعبه معظمه میسازن و دعایشان اینه که ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا. این دعایی در وقتی که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، پدر و پسر کعبه را بلند میبرن. مهندس کینه؟ جبرائیل. بنا کینه؟ ابراهیم. کارگر کینه؟ اسماعیل. به اینه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. من و شما خوازه میگیم، خوازه بسته میشه، بنا کار میکنه. الله سبحانه تعالی یک سنگ در زیر پای ابراهیم علیه السلام قرار میده که الان نقش پای ابراهیم علیه السلام روی او سنگ هست. در کنار کعبه گذاشته مقام ابراهیم که میگن، و الله هم میگه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. ابراهیم علیه السلام کعبه که می ساختن بالا سنگ استاده بودن، وقتی نیاز بود که بلند برن سنگ بالا میرفت، نیاز بود که بچرخه سنگ میچرخید. کار که تمام شد نقش پای ابراهیم علیه السلام روی سنگ پیدا شد و الله سبحانه و تعالی گفت این سنگ رو بگذار که هر وقت که کسی طواف میکنه از پشت این سنگ نماز بخوانه. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. به این عزیزان من مکه مکرمه هر طرفش که انسان نگاه کنه الله سبحانه و تعالی به او آیه از آیات کلام خود را برای ما بیان کرده. وقتی وارد مکه مکرمه انسان میشه و هذا البلد الامین، این شهر امنه، این شهر امنه. وارد شهر مکه مکرمه که انسان میشه و من دخله کان آمنا، در امنه، در امنیته. الله سبحانه و تعالی به سنگ مکه مکرمه قسم یاد کرده، لا اقسم بهذا البلد. یا در سوره تین و تین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، الله قسم یاد کرده به سنگش، به درختش، به کوچه های مکه، به هر طرفی که نگاه میکنیم. وقتی وارد مسجد الحرام انسان میشه به این آیه فول وجهك شطر المسجد الحرام سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
آیاتی که فقط مسجد الحرام نام گرفته. داخل حرم انسان میشه ولیطوف بالبیت العتیق، طواف بکن به این خانه. فلیعبدوا رب هذا البیت، پس عبادت بکن صاحب این خانه را. طواف که انسان میکنه بعداً از طواف که خلاص میشه میاد 2 رکعت نماز که بخانه و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و به اینه که وقت طرف صفا و مروه میره ان الصفا والمروه من شعائر الله، وقتی میخواد طرف منا بره مزدلفه بره فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله سبحانه وتعالى از این مکانها یاد کرده در کلام خود، در کلام حمید و مجید خود. از عرفات بیرون شدی برو طرف مشعر الحرام. مشعر الحرام کجای؟ مزدلفه. به اینه فی یومین، در 2 روزی که در مناه میمانی الله سبحانه و تعالی در قرآن یاد کرده. به اینه عزیزان و بزرگواران، پس کعبه، مسجد الحرام، مکه مکرمه، منا و عرفات و مزدلفه، اینها جز شعائر هست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که شعائر گرامی بداره ای از تقوا هست. کسی که شعائر احترام بگذاره ای از خشیت، ای از اینه که در قلبش تقوا جا گرفته. حالا برمیگردیم ای به طور خلاصه و فشرده ارتباط به کعبه و جایگاه کعبه و مقام و منزلت سرزمین وحی مکه مکرمه. حالا کعبه ارزشش از امروز نیست، ارزش کعبه از 100 سال قبل نیست، ارزش کعبه از 1000 سال قبل نیست، ارزش کعبه از زمان حضرت ابراهیم هم نیست. کعبه چندین مرتبه ویران میشه و آباد میشه. اصل کعبه ملائکه قبل از آدم علیه السلام، در بعضی روایت ها میاره که 2000 سال قبل از آدم کعبه چه کار میشه؟ ساخته میشه. کعبه معظمه و مشرفه آدمی نبود که الله سبحانه و تعالی کعبه توسط ملائکه او چه کار میکنه؟ او اعمار میکنه. پس ساخت کعبه در زمان ملائکه، به زمان حضرت آدم علیه السلام، بعد میایه وقتی که در طوفان حضرت نوح از بین میره به زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، تا این که میرسه در زمانی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم 36 ساله بنای کعبه که بحث از او طولانی هست. و بعد میاییم تا زمان عبدالله ابن الزبیر که کعبه چنین ساخت و تا به امروز هست. به این بحث انشاءالله اگر وقت و فرصتی در آینده ها پیش آمد ارتباط به تاریخچه کعبه مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد. حالا میاییم ارزش کعبه. مردم وقتی که از هر طرف میرن طرف مکه مکرمه، خب فواید داره، فواید اقتصادی داره، فواید سیاسی داره، فواید فرهنگی داره. همه اینها الله سبحانه و تعالی میفرمایه لیشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزق ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام.